مثلا من شنیدم گفته شده که بله اینا که یه حرفا رو میزنن اینا شعار، اینا مثلا پیشنهادشون این است که تهاتر کنیم، تهاتر هم بله و موقع بعد پوست بز رو بدیم مثلا واکسن بگیریم. بعضیاشون میگفتن ما چه نیاز داریم که روابط بانکیمون تو این چارچوب قرار بگیره، ما میتونیم مثلا تهاتر کنیم، یعنی ما قبل از تاریخ میخوام برگردیم، یعنی مثلا اگه ما الان واکسن میخوایم یه مقدار پوست بره باید بفرستیم اونجا و مثلا واکسن بگیریم. اولا کی گفته که اگر شما با یک مانعی مثل تحریم خوردید ابتکارات در تبادل بانکی فقط تهاتر است؟ این نشون میده شما اشراف نداری به موضوع. ما برای همین موضوع با همین جوانان این کشور، با کسانی که تخصص دارن، با کسانی که تجربه دارن، 11 ابتکار برای تبادلات بانکی الان دوستان پیدا کرد. اینا این نیست که رو کاغذ باشه، برخی از اینها همین الان دارد اجرا میشود که اصلا دشمنان ما از همین ناراحتن. در ثانی تهاتر، شما توان کشور رو پوست بز میدونید؟ یعنی که کسی اصلا نمیتونه کشور ما چیست. این توهین به ملت، تحقیر ملت، تحقیر کشوره. مثل زمانی که میگفت که مثلا بله کسانی که میگوین ما نفت رو ملی کنم اینا لولهنگ هم نمیتونن بسازن. شما امروز میتونید توانمندی‌های ما چیست؟ ما امروز در برخی عرصه‌های فناوری بالا به اصطلاح های تک صادرات داریم به خود اروپا. همین کشورهای اروپایی که شما رو تحریم کردن به دلیل اینکه شما جمعین توانمندی دارید حاضرن از شما فلان کالا رو وارد کنن. بعد شما ما پوست بز. اگر یک تمرکز جدی بشود اتفاقا یکی از موضوعات همین تهاتر شما میتواند چه باشد؟ اینکه شما واکسن بدهی کالا بگیرید، نه پوست بز. این من متاسفم واقعا.